چیزی نشده که اشکال نداره، درست میشه. اتفاقا واسه همه پیش میاد. قبلا هم تونستی از پسش بر بیا. ارزش‌گذاری احساسات یا اصطلاحاً هم‌آوایی عاطفی میتونه تو برقراری رابطه عاطفی با دیگران به ما کمک بکنه. دیگران میتونن نوجوان ما باشن، میتونن پارتنر یا شریک زندگی ما باشن، ولی باید حواسمون باشه وقتی داره طرف مقابلمون گلایه یا ناراحتی رو مطرح میکنه، وقتی ما با عبارت‌هایی مثل اشکال نداره، این که چیز مهمی نیست باهاش همراهی میکنیم، فقط یک پیام داریم بهش میدیم: درکت نکردم. یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم اینه که وقتی یه نفر داره از ناراحتی‌ها یا مسائلش برامون صحبت میکنه، در درجه اول اون احساسی رو که فکر میکنیم اون آدم داره تجربه میکنه نامگذاری کنیم. به نظر میاد خیلی عصبانی هستی، به نظر میاد موضوع خیلی کلافت کرده. در واقع با این کار داریم تأییدی میذاریم روی احساسی که اون فرد داره تجربه میکنه. یادمون باشه وقتی یه نفر داره راجع به مسائلش صحبت میکنه، مهم ما و احساساتمون نیستیم، اون آدم باید به این درک برسه که ما میفهمیمش.